салому алайкум ҳамватанони азизу арҷманд. дар барномаи хабари таҳлили PAYOMNEWS Шавкати Муҳаммад бо шумо ҳастам. инак таваҷҷӯҳ кунед ба номгӯи мавзӯъҳое ки дар барномаи имрӯза пешкаши шумо мегардад. кумаки башардустонаи пешво ба Суғд 140 мошини боркаши дарунхолӣ. تغییریابی قربی اسعاری خارجی نسبت به پول ملی در تاجیکستان. باز مناقشه در سرحد. قرغیزها میگویند تاجیکان به سوی ما تیر کشادند. تاجیکان izҳори بخبری میکنند. در فرودگاه شیرمتوه 25 مسافره که با پرواز چارتری از دوشنبه به مسکو رفتند به دلیل نداشتن شناسنامه خارجی روسی امر شدند 2000 روبلی جریمه سپارند. تماشابینان عزیز، امروز باز هم درباره کمک‌های بشردوستانه امامعلی رحمان به ولایت سوغد گپ میزنیم. یادتان باشد در این باره ما گپ زده بودیم. کارتوشکا و پیاز سبزی پوسیده در یادتان هست؟ ما امروز جنبه دیگری این موضوع را بررسی میکنیم. با تشکر به یک مرکز معتبر تحلیلی آسیای مرکزی ACCA دانستیم که برای چی با واهمه 140 ماشینی بارکش را به سوغد آوردند و اما به طبیبان همگی دو سیگلاکی سبزوات دادند و خلاص. این 140 ماشین با 900 تن بار را کجا کردند؟ یادتان باشد سنه 16 می همه رسانه های دولتی تاجیکستان گزارش دادند که رئیس جمهور امامعلی رحمان به شمال کشور کمکی بشردوستانه در شکل خوراکواری و دارو فرستاده است. اطلاع داده شده بود که کاروان عبارت از 140 ماشین بارکش تقریبا 900 تن بار را به خوجند آورده است. تقسیم همه کمک ها به مؤسسه های طبی ولایت سوغد پیش بینی شده بود. اما تماشابینان گرامی، مرکز تحلیلی ACCA با تکیه به منبع معتمدش در حکومت ولایت سوغد می نویسد که به این منطقه کمک نرسیده است. کمک نرسیده باشد پس کمک های پشوا فرستاده کجا شدند؟ به مرکز تحلیلی ACCA میسر شده است که معلوم کند که این همه کمک بشردوستانه کجا شده اند. میدونید کجا شده اند؟ در هیچ کجا. هیچ کجا نیستند این کمک ها. یعنی چنین کمک بشردوستانه دروغ بوده است. کاروان ماشین های بارکش که به مرکز ولایت سوغد فرستاده میشد باید بار را اول از دوشنبه بار میکردند. اما در همین حال چندین ماشین های بارکشی که از دوشنبه به خوجند می آمدند در ناحیه عینی باز می دارند. این ماشین های گمپا ماشین نبودند. این ماشین ها به خاطر نیازهای شخصی یا که نیازهای یگان صاحبکار یگان شرکت بودند. این ماشین های بارکش را در ناحیه عینی باز می دارند. همچنین ماشین های بارکش دیگر از خوجند به عینی فرستاده می شوند. به ماشین های دیگر رجب بای احمدزاده امر می کند که یک چند ماشین باید به دوشنبه رود و از دوشنبه کمکی پیشوایش را بیارد. اما همین که این ماشین های بارکش به دوشنبه رهسپار می شوند این ماشین ها را نیز در عینی باز می دارند. این ماشین ها نه به عینی بلکه باید به دوشنبه می رفتند و از آنجا کمکی بشردوستانه پیشوایشان را گرفته می آمدند. هنگام رسیدن به ناحیه عینی ماشین هایی که از خوجند رفته بودند آنها را با آویزه ها و پرچم ها آرا داده بارکش های خالی را در فضای ایدانه باز به خوجند می فرستند. همین خیلی قطار می کنند همه ماشین ها را پلکت ها را می بندند. تحفه پیشوای ملت گفته بعد ماشین های خالی را به طرف خوجند رهسپار میکنند. سپس ماشین ها به شهر و ناحیه های ولایت
اینچنین به انبارهای ریاستی تندرستی در ولایت سوغد فرستانده می شوند تا گویا کمک بشردوستانه را مردم به مرکزهای طبی رسانیده شده پندارند. فهمده ایستادید؟ این همه کارها محض به خاطر در تلویزیون نمایش دادن بود، اما در اصل همه ماشین ها خالی بودند. تماشابینان گرامی، این گفته ما نه، این گپی ما نه، این تحقیقات یک مرکز تحلیلی خارجی است، یک مرکز تحلیلی خارجی معتبر. از آسمان اینها گپ نمیزنند، اینها اول گپشان را تحقیق میکنند. این شرمندگی را به کجا میبریم؟ تصدیق کننده همین حالت ده ها دلیل از شهر استرافشان، اسفره، جبار رسولوف، ناحیه اشت به دست ما هم رسیده است که طبیبان گفتند کمک را آورده سپاریدند. بعد چند دقیقه بعد از آنکه نوار برداری کردند باز آمده با خود بردند. این دلیل ها در ما هم هست. تماشابینان گرامی، این اولین شرمندگی مربوط به کمک بشردوستانه با اشتراک عائله رئیس جمهور نیست. یادتان باشد خبر داده بودیم که سنه 13 می شرکت اویستا گروپ که به رستم امامعلی تعلق داشت هنگام انتقال کمک به تولدخانه پایتخت میخواست کمک بشردوستانه چین را از نام خودش بدهد، حال آنکه در قطعه ها پرچمهای چین و تاجیکستان با نوشتجات یاری بشردوستانه نوشته شده بودند. اما این شرمندگی در آنجا خاتمه نیافت. پوست اینها از پوست خر هم غوث بوده است. مؤسسه طبی که این کمک رسانیده شده است آن را نگرفته است. معلوم شد که فوراً پس از ثبت نمایشی جریان سپاریدن کمک، شرکت اویستا گروپ همه داروها را به ماشین ها بار کرده به سمت نامعلوم برده است. اما شبکه های تلویزیونی دولتی تاجیکستان روند انتقال کمک را به صاحبکاران وطن دوست کشور با کمال ممنونیت ربط دادند. در همین حال عائله رئیس جمهوری تاجیکستان کمک خود را به شهروندان کشور و مؤسسه های طبی از نام خود ادامه می دهند. دختر، پسر، برادر شوهر، داماد و معاونان رئیس جمهور الکی به مردم کمک کرده اند. استافت را نبره کلان امامعلی رحمان اسماعیل محمد ظاهر قبول کرده است. اسماعیل پسر دختر کلانی پرزیدنت فیروزه و کلین محمد ظاهر صاحب است. اما در گزارش آمده است که یک صاحبکار وطنی اسماعیل محمد ظاهر به هزاران عائله نیازمند در سراسر کشور غذا داده است. درباره اسماعیل محمد ظاهر، این صاحبکار وطنی که خونش از خون امامعلی است، ما در یک برنامه معلومات داده بودیم. می توانید آن را در کانال یوتیوبی ما پیام تیوی دریافت نموده تماشا کنید. زیاده از 450,000 نفر آن را در یوتیوب تماشا کردند. من شرمندگی، تماشابینان عزیز، شرمندگی از این زیاد می شود. اینها چنان به فریب مردم عادت کردند که تماما از گوشه خیالشان هم نمی گذرد که اگر این فریبگری فاش شود نتیجه اش چی خواهد شد. این هم دردی بدرک. می دانستیم که از دست این حکومت فریبگر و فسادکار همین قدر کار ساخته است. اما اینجا باز برایتان یک معلومات را میگویم که دهشت است. دهشت. گویایی یک ذره هم قدر نداشتن شهروند نزد حکومتداران ما است. همگان آگاهیم که طول 3 روز آخر در گزارش رسمی وزارت تندرستی شمار فوتیدگان از 47 نفر عبور نکرد. مقامات تاجیکستان گفتند که شماره بیماران گرفتار کرونا ویروس یک بار کاهش یافته است. وزیر تندرستی گفت که سطح گرفتاری به کرونا ویروس در کشور به حد اکثر رسیده است. یعنی
الکی سرایت به قله خود رسیده است. اما مرکز تحلیلی ACCA توانسته است انیق کند که شماره گرفتار شدگان به کرونا ویروس با سبب‌های دیگر افزایش نمی‌یابد. همین طور در طول این 3 روز اخیر گویا با سبب‌های تکنیکی تشخیصگاه جمهوریوی آزمایشی کار نمی‌کند. در بیمارخانه قرابالای پایتخت آزمایش‌ها از جانب تشخیصگاه رفرنس گذرانیده می‌شدند که آنها نیز دوام این 3 روز لوله‌های سنجشی را قبول کرده نتوانستند و بنابر این سنجش نگذرانیدند. یگانه آزمایشگاه خصوصی دیامت که در پایتخت فعالیت می‌کند می‌تواند در یک روز تنها 100 آزمایش گذراند. انا گپو من گپ. انا مبارزه یک حکومتی که پیشوایش را نجات دهنده سیاره می‌نامد. انا مبارزه با کرونا ویروس. اکنون تماشابینان عزیز دقت دهید. مقامات رسما افتتاح 2 تشخیصگاه را در جنوب کشور در باختر و کولاب اعلان کرده بودند. همین قدر با افتخار رسانه‌های دولتی جار زدند که تشخیصگاه‌ها به فعالیت آغاز کردند. اما طوری که مرکز تحلیلی ACCA معلوم کرده است تا حال این تشخیصگاه‌ها به کار ندرآمده‌اند. خودشان میگویند که پاندمی به قله سرایت رسیده است. اما تا حال نتوانسته‌اند تشخیصگاهی معین کننده گرفتاری به کرونا ویروس را فعال کنند. اکنون سرسانی مردم را بینید. شهروندانی که در منطقه‌های جنوب زندگی دارند اگر به پایتخت برای تشخیص روند آنها به جای زیستشان گسیل میکنند. در جای زیستشان باشد حالا تشخیصگاه فعال نشده است. من گفت روزها izdevatelstvo. دوشنبه رود به منطقه گسیل میکند. در منطقه اعلان کردن تشخیصگاه کشادیم. تشخیصگاه کشاده نشده است. این فقط تنها در جنوبی کشور نه. رسانه‌های دولتی خبر دادند که در مرکز ولایت سوغد آزمایشگاه کشاده شد. اما سنجش شهروندان هنوز آغاز نشده است. تحقیقگران ACCA انیق کردند که تشخیصگاه برای شهروندان چینی که در کارخانه مشترک زرنثار کار میکنند سنجش میگذراند. اما شهروندان تاجیکستان فقط آدمدار و تقاضاها توانستند از تشخیص گذرند و خلاص. 10 نفران در حالت تب بلند و نفس گرفتگی به تشخیصگاه راه داده نشده‌اند. فهمیده ایستادید؟ تماشابینان عزیز، بعضی ها میگویند که شما از دور ایستاده گپ میزنید. من مرحمت، این معلومات از جانب یک مرکز تحلیلی معتبر ACCA تحقیق و انیق کرده شده است. ببینید، ما رو میگویند که شما حکومت را سخت تنقید میکنید، واهمه میکنید. و وقتی به خوجند این ماشین های بارکش با نام تحفه و کمکی بشردوستانه پیشوایشان آمد، ما باور کردیم که واقعا این رئیس جمهور چشم نرسد، هرچند با راهی دزدی باشد هم کمک فرستاده است. آن زمان ما تنها به این ایراد گرفته بودیم که چگونه یک رئیس جمهور آن هم باشد خودش را پیشوا می‌داند به مردم خودش کمک بشردوستانه می‌کرده است. مگر یک نفر به خانه خودش نیاز خانه‌اش را آورده منت می‌کند که من به شما به خاندانم کمک بشردوستانه آوردم؟ ما به این ایراد گرفته بودیم. ایراد دیگری ما سبزوات پوسیده بود. اما ما تا این حد به این رذالت پیشوایشان باورمان نمی آمد که تا این حد این رئیس جمهور مرض فریبگری داشته است. این پیشوایی تا این حد فریبگر به کی در کار؟ های مردم، ملت رنجبر، دیده ایستاده اید؟ این خودش چی گپ؟ این قلابی در سطح عالی است. اگر ما پروکراتوری گنرالی با صلاحیت داشته باشیم، سود عالی مستقل داشته باشیم،
پارلمان مردمی داشته باشیم و درستی این خبر تحقیق شود، باید جای این پیشوا کنج زندان باشد. چرا یک نفر با دزدی گوساله کنج زندان می رود، اما پیشوا با دزدی کمک بشردوستانه با ارزش 300 میلیون دلار حالا هم در آزادی است؟ چرا؟ طلبات کنستیتوسیونی همه در نزد قانون برابرند، مگر از شخص عادی تا رئیس جمهور دخل ندارد؟ پیشوا مگر شاخ دارد؟ برای چی دزدی میگویم؟ برای آنکه وقت نهاد دولتی گزارش دهنده نیست، دزد است. دزد است و دزد است تمام. وگرنه به مردم حسابات دهد و دزد نبودنش را به ثابت رساند. تماشابینان گرامی، اکنون چند خبر و رویدادهای دیگر را همکارم صفیه واحدова به شما گزارش می‌دهد. دومی یک شبانه روز اخیر در بازاری رسمی اسعاری تاجیکستان ارزش روبل نسبت به پول ملی تا 2 سومانی بالا رفته است. طبق نشاندادی بانک ملی کشور ارزش 100 روبل روسی تا 14 سومانی و 68 دیرم و در بازار نقدی کشور تا 14 سومانی و 80 دیرم ارزش دارد. این نشانداد روز گذشته 100 روبل برابر 14 سومانی و 44 دیرم تا 14 سومانی و 65 دیرم برابر بود. بانک ملی قربی میانه فروش $1 را در مؤسسه های قرضی تاجیکستان 10 سومانی و 27 دیرم ارزیابی کرده است. بانک ملی قربی میانه فروش یورو را از 11 سومانی و 41 دیرم تا 11 سومانی و 50 دیرم ارزیابی کرده است. میانی بانک های کشور نشاندادی اسعاری خارجه در بانک اسخط بالاتر بوده، خرید و فروش 100 روبل از 14 سومانی و 70 دیرم تا 15 سومانی و 5 دیرم مقرر شده است. در سپیتامن بانک باشد ارزش 100 روبل از 14 سومانی و 50 دیرم تا 14 سومانی و 80 دیرم و در الف بانک باشد 100 روبل از 14 سومانی و 60 دیرم تا 15 سومانی نشان داده شده است. اقتصاددانها پیشگویی دقیق کردند که این هفته اولی ماه ایون وضع دلار نسبت به روبل چگونه خواهد شد. با گفت اندری کادولین، سردار شعبه تحلیلی بانک سانکت پتربورگ، هفته اولی ماه ایون قربی اسعار زیر تأثیر مقاومت شدید بین چین و ایالات متحده خواهد بود. این اقتصاددان در صحبت با روسیسکایا گازета گفت بازارها رویدادهای این موضوع را در پس منظر گذاشته دقت بیشتر را به برقرارسازی فعالیت صاحبکاری در جهان روانه می‌کنند. تنها اظهارات قطعی و همزمان جانب‌های مناقشه تأثیر نمایانی منفی خواهند داشت. با گفته تحلیلگر، لحظه جالبترین این زیاد شدن سطح بیکاری در ایالات متحده خواهد بود. پیشگویی شده است که این رقم میتواند به 20% برسد. اقتصاددان اینچنین قید کرد که در اولی ماه ایون بر روبل وضع بازاری نفت و ترس سرمایه گذار فشار می‌آورد. کادولین میگوید در اینجا یک مثبت معتدل به نقشه گرفته شده است. این گفت و شنیدهای می باشد که اوپک پلوس برای توسعه حجم جاری کاهش استحصالات آغاز کرده است. در صورت موفق شدن نرخ‌ها را دستگیری می‌کنند و پتانسیل تحکیم روبل را تقویت خواهند داد. تحلیلگر انتظار دارد که اولی ماه ایون دلار تقریباً 7100 روبل برابر $100 سودا می شود. در بازار اسعاری تاجیکستان نیز چند هفته اخیر دلار در حال سقوط قرار داشته، روبل باشد موقع اولی خود را دوباره می گیرد. در سرحد قرغیزستان با تاجیکستان شب گذشته افرادی نامعلوم از سوی تاجیکستان به جانب یک شهروند قرغیزستان آتش کشیدند. در این باره مقامات مرزبانی قرغیزستان خبر داد، اما نیروهای مرزبانی تاجیکستان تا به حال قضیه را شرح ندادند. بنا به اطلاعیه دفتر مطبوعاتی خدمات مرزبانی قرغیزستان، تیرپرانی تخمیناً ساعت 1:20 شب در روستای اکیتش ناحیه بوتکند رخ داده است. در اطلاعیه آمده است که افراد نامعلوم از جانب تاجیکستان به سوی یک ماشین شهروند 38 ساله قرغیزستان که از راه آش اصفهان می‌گذشت از سلاح شکاری آتش کشیدند. در اظهارات خدمات مرزبانی قرغیزستان گفته می شود که در این حادثه شهروند این کشور زخمی سبک برداشته در بیمارخانه دهه سمرقندک بستری شده است.
مقامات تاجیکستان تا حال قضیه را شرح ندادند و معلوم نیست که آنها درباره این حادثه چی نظر دارند. هفته گذشته مقامات تاجیکستان یک شهروند قرقیزستان را به آتش‌کشایی متهم کرده بود. نیروهای مرزبانی تاجیکستان روز 27 می در یک اظهارات گفت ساعت بختیبکов یک شهروند قرقیزستان به سوی شکرانه شرافова ساکنی 25 ساله جماعتی چارکوه آتش کشید. هرچند دیرتر ساعتبек бахтибоев در صحبت با بخش قرقیزی رادیوی آزادی این گفته جانب تاجیکستان را رد کرده گفت تا نیمه روز 27 می در خانه جیانش نه چندان دورتر از جای حادثه بود ولی افزوده است یگان سلاح ندارد و به دست سلاح هم نگرفته است. تاجیکستان و قرقیزستان 976 کیلومتر مرز دارند که تاکنون 504 کیلومتری آن معین و علامت گذاری شده است. دو طرف با وجود گذشته سالها نتوانستند سری منطقه های بحث برانگیز به سازش رسند و خط مرزها را بکشند. مرز تاجیکستان و قرقیزستان تقریبا هر سری چند وقت شاهد مناقشه میان ساکنان نزدی مرزی می شود که بعضا مرزبانان نیز با آنان همراه می شوند. جنجال و تیراندازی در منطقه های علامت گذاری نشده مرز برای آب و زمین و چراگاه گاه به خونریزی می انجامد. در فرودگاه شرمتیوی مسکو 25 مسافره که با پرواز چارتری از دوشنبه به مسکو آمده فرآمدند با دلیل نداشتن شناسنامه‌های خارجی روسی امر شدند هر نفر 2000 روبل جریمه سپارند. طور سامانه تاپ تیجی خبر می‌دهد اخیراً 206 شهروند روسیه را یک هواپیمای اورالسکی آویالینی از دوشنبه به مسکو منتقل کرد در حالی که هر یک از آنان برای این سفر به نرخ 400 یورو بلیط خریده بودند. بر اساس این گزارش 25 نفر از تاجیک‌های این پرواز که دارنده شهروندی روسیه بودند اما هنوز موفق به دریافت شناسنامه‌های خارجی این کشور نشدند به دلیل پرواز با شناسنامه‌های خارجی تاجیکی در مسکو به پرداخت جریمه مالی محکوم شدند. این مسافران می‌پرسند اگر پرواز به روسیه تنها با داشتن شناسنامه خارجی این کشور اجازه باشد به چه دلیل در دوشنبه به آنان بر اساس گذرنامه‌های خارجی تاجیکستانی با نرخ گران بلیط فروختند. با این حال به گفته کارشناسان سازشنامه دو شهروندی که میان روسیه و تاجیکستان وجود دارد در عمل فعال نیست و مشکلات زیادی را برای این افراد به بار آورده است. حکومت جمهوری ترکمنستان طلبات قانونی نو برای فعالیت اداره گمرک، اصول عبور از ایستگاه‌های مرزی و ترانزیت کالاها در شرایط شیوع کرونا ویروس را معرفی کرد. بنا به گزارش رسانه‌های ترکمنی طبق طلبات نو، ماشین‌های بارکشی که وارد ترکمنستان می‌شوند با استفاده از دستگاه مخصوص ضد عفونی کاملا دزینفکسیا می‌شوند. پس از گذشت یک ساعت از دزینفکسیا مقامات اداره گمرک حجت‌های لازم را برای بررسی به مراکز مربوط ارسال خواهند کرد که البته تمامی اسناد نیز قبل از بررسی دزینفکسیا خواهند شد. همچنین رانندگان فقط پس از صدور اجازتنامه پزشکان می توانند از مرز رها کنند. این بود شرح خبرها و تحلیل ما تا این دم. خیر تا روز دیگر. السلام علیکم و رحمت الله. در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام. علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام. مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام .net